به نام خدا، سلام و درود خدمت همه دوستان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر محمد حسینی هستم از فنی مهندسی متقابل. تصمیم دارم توی یک سری از ویدیوها صورت سلسله مراتبی بیام و اجزای مختلف نقشه های برق ساختمان رو بگم. ممکنه شما یک مهندس ناظر یا طراحی هستین که تازه وارد نظام مهندسی شدین، یا ممکنه حتی چند سال کار نکردین، یا برای برقکارهای عزیز یا برای دانشجو، و با هر کسی که میخواد وارد این هیته بشه یک سری اطلاعات رو در اختیارتون قرار بدم. به بسم الله هم با پلان روشنایی میزنیم. خب بریم توی یکی از پروژه هامون ببینیم اصلا پلان روشنایی چی. توی پلان ها اول حواستون باشه ما پلان معماری رو داریم، یعنی پلان معماری رو از مهندس معمار، از کسی که اون پروژه رو طراحی کرده دریافت کردیم و ادامه کار ما در همه موارد بسته به پلان معماری ما هست. یعنی چه در بخش رایزر که برداشت نوع دیگری در واقع برداشت ما از اون مجموعه هست، چه در خود پلان‌های ترسیماتی مثل پلان روشنایی که الان می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، ما در واقع درگیر پلان معماری هستیم. دیگه فقط تو قسمت طراحی تابلوها هست که دیگه خیلی کاری به پلان معماری نداریم و میایم جمع‌بندی می‌کنیم از روی پلان. حالا پلان روشنایی چیه؟ پلان روشنایی پلانی هست که در اون ما محل جانمایی منابع روشنایی رو مشخص می‌کنیم. حالا میخواد لامپ باشه، میخواد مثل اینجا لاینرها یا حالا اون در واقع شلنگی‌های ما باشه، یا هر مدل روشنایی دیگه‌ای که ممکنه حالا طراح در نظر گرفته باشه. اینجا مثلا توی این پروژه من یک سری لاینرهای نوری دارم با یک سری از در واقع لامپ‌های هالوژن توکا. حالا در کنار اون طبعا منابع روشنایی به واسطه کلیدها کنترل میشن و خود این کلیدها هم با هم دیگه ارتباطات دارن و ما میدونیم مدارات ما باید با هم جدا باشه. یعنی چی؟ من انتظار ندارم کل مدار روشنایی این طبقه روی یک سرخط باشه، روی یک دونه مینیاتوری باشه. پس اینجا میبینیم که یک سری جداولی وجود داره، مثلا گفته شده L1 TDP و اینجا داره نشون میده که به این کلید تک‌پل داره سرخط میده، نیرو رسانی میکنه. L1 به معنای لایتینگ شماره 1، مدار روشنایی شماره 1. TDP به معنای تابلو واحد یا به قول برقکارها جعبه فیوز. 3/1 NYAF، 3 رشته سیم 1.5 با مقطع 1.5. چرا 3 رشته؟ نول، فاز و ارت و ارتباط به واسطه لوله PVC-PG 13.5. اوکی، این اطلاعاتی است که ما تو سرخطا میدیم و به صورت کلی جانمایی منابع روشنایی رو میایم قرار میدیم، حالا چه برای سرویس چه برای اتاق خواب، همه قسمت‌ها. حتی مثلا ببینید پارکینگ بیشتر هم حالت جانمایی داره، فکر نکنید خیلی دیتیل و جزئیات داره. مثلا اینجا یه سنسوری ما قرار دادیم و سنسورها به هم دیگه ارتباط داده شدن و در نهایت از آخرین سنسور به منابع روشنایی ما وصل شده. حالا این مدل روشنایی چیه؟ اینجا توی این جدول نوشته شده مدل LED ICL 4500 لومن 47 وات از کمپانی حالا ارزم بزرگتون مد نظر ما. خب پس یعنی ما توی همه پلان هامون میایم فقط جانمایی، قسمت کنترلش حالا به واسطه قطع وصلش به واسطه کلیدها، قطع سرخط ها رو مشخص میکنیم. این میشه پلان روشنایی. حالا سوال ممکنه یه نفر بپرسه، حالا اصلا این قسمت هم موتور خونش هست، ممکنه سوال پیش بیاد که آقا اصلا این که شما میگی مثلا اینجا من یک مشخصات حالا منابع نوری من به این صورتی هست که تو این جدول نوشته شده، من اینا رو از کجا بیارم؟ مثلا این که من گفتم لاینر نوری گفته LED استریپ 8 وات، یا مثلا گفتم هالوژن تو کار نوشته دیانای 1400 لومن 13 وات با مشخصات دیگه. خب اینا از کجا میاد؟ اینا رو ما توی دیالوکس میام طراحی میکنیم. من توی کانالمون یک ویدیو دیگه گذاشتم تحت عنوان اینکه اصلا دیالوکس چیه و چه کاری انجام میده. اگر علاقه‌مند بودید اون ویدیو رو هم میتونید ببینید. اما به صورت کلی پس پلان روشنایی قرار بحث جانمایی، کنترل و سرخطها رو در خصوص فقط روشنایی به ما بده و ما این رو روی پلان روشنایی اجرا می‌کنیم. قبل از اون محاسبات و انتخاب نوع لامپ‌ها و بقیه موارد که حالا توی مباحث مختلف مثل مبحث 19 یا مثل مبحث 13 هست و با دیالوکس میایم انجامش میدیم. این میشه خلاصه کار ما در خصوص پلان روشنایی.